در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان با ارجگذاری و توجه همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نقش و موقع زنان در جامعه بلند برداشته شده. سهم آنها در پیشرفت و رشد همه ساحه‌های خواجگی خلق و تربیت نسل برکمال ملت مهم ارزیابی می‌گردد. طور سرور دولت اظهار می‌دارند ما به نقش مادران و زنان در رشد جامعه، پیشرفت دولت، آبادی وطن، بنیاد عائله سالم و خوشبخت، تربیت فرزندان صالح و افزایش شأن و اعتبار هر یک خاندان تاجیک همیشه ارج می‌گذاریم و خدمت‌های تاریخی آنها را دائم گرامی می‌داریم. حالا همکارمان مرحبا رمضانزاده مستقیما از شهر باختر با ما در تماس هستند و نقش و موقع زنان را در جامعه صاحب استقلال تاجیکستان شرح می‌دهند. مرحبا. تشکر همکاران عزیز. نقش زنان و بانوان در روند بنیاد دولت، اشتراک فعال آنها در نظام اداره کنی، نقش آنها در تامین صلح و ثبات، حفظ ارزش‌های ملی و تربیت نسل آینده ساز ملت در ظرف 33 سال صاحب استقلالی مملکت بسیار نظررس است. بینندگان عزیز، حالا هم صحبت ما هستند معاون دیرکتور تئاتر موسیقی و موسیقی به نام عطا محمدجانوی شهر باختر مرجانه مرادوه. در زمان صاحب استقلالی مملکت مقام و منزلت زن مادر بلند برداشته شد. شما همچون یک زن فعال جامعه غمخواری های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را چگونه ارزیابی می نمایید؟ پیش از همه من همچون یک زن مادر تاجیک شکرانه دوران صاحب استقلالی وطن، شکرانه وحدت، تینجی و آرامی فضای سرتاسری کشور عزیزم تاجیکستان می نمایم که در چنین یک کشور بیشت آسای تینج و آرام که در آنجا امنیت ملی و همچنین حقوق زنان در سطح بلند مقصد رعایت می گردد عمر به سر می بریم. باید قید نمایم که غمخواری های روزافزون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت ما زنان و دختران خیلی هم بی‌نظیر است. ما از روزهای نخستین استقلالیت حکومت جمهوری تاجیکستان بهر بلند برداشتن مقام زنان در جامعه و حل مسائل مربوط به کار و روزگار ایشان چندین سند و برنامه ها را تهیه و قبول کردند و این سند و برنامه ها امکان داد که در مسیر تاجیکستان نوین ما زنان و بانوان در جامعه مقام و منزلت ویژه‌ای را سزاوار گردیم. تلاش های رهبر دولت، حکومت جمهوری تاجیکستان و سندهای معیاری حقوقی در این سمت قبول گردیده تمام کفالت های کنستیتوشنی و برابر حقوقی مردان و زنان را برای اشتراک در روند سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درست به راه گذاشته است. مخصوصا ما زنان و بانوان در برابر مردان با همون مهارت، تلاش و جسارت در تمام روندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آزادانه اشتراک می نماییم. مخصوصا باید قید نمایم که جناب عالی در یکی از برآمدهایشان تاکید نمودند که در دوران استقلالیت برای حفظ منفیت حقوق زنان و دختران زیاده از 20 حجت مهم دولتی قبول کرده شد و سال 2014 جمهوری تاجیکستان عضو سازمان ملل متحد عاید به مقام زن گردید که این سندها برای فعالیت ما زنان و دختران باز هم یک شرایط مساعد را فراهم آورد. در یکی از برآمدهایشان فرزند فرزانه ملت ابرمرد خرد محترم جناب عالی تاکید نمودند که در دوران استقلالیت به خاطر حفظ منفیت‌های حقوق زنان و دختران زیاده از 20 حجت مهم دولتی قبول کرده شد و سال 2014 جمهوری تاجیکستان همچون عضو سازمان ملل متحد عاید به مقام زن گردید که این سندها واقعا برای فعالیت ما زنان و دختران یک زمینه مساعد فراهم آورد و سرور دولتمان در هر یک برآمده خیش قید میکنند که محض نسبت زنان و مادران غمخواری های روزافزون و توجه بی اندازه روانه گردد. امروز بینید که زن مادر تاجیک آموزگار، دوزنده، بافنده، بانکیر، ورزشکار خلاص در تمام کارخانه های دولتی کار و فعالیت می نمایند. امروز شرایط و امکانیت ها برای زنان و بانوان در تمام شهر و ناحیه های جمهوری تاجیکستان
خیلی نظررس است. در برابر دیگر شهر ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان کار و فعالیت و شرایط برای زنان چگونه است؟ واقعا ولایت ختلان یکی از ولایت‌های کلانتر حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. امروز من نه تنها مقصد در مرکز ماموری ولایت ختلان شهر باختر مقصد کار میکنم. پیشتر چند سال پیش در یکی از ناحیه‌های کوهستان ولایت ختلان ناحیه بلجان کار و فعالیت نمایم که به خاطر چی این را مقصد مثال آوردم و آن خاطری که ببینید در همون ناحیه‌های کوهستان ولایت ختلان امروز برای زنان و بانوان ما تمام شرایط‌ها و امکانیت‌های فراهم آورده شده است. پس همه این سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان و سرور دولتمون محترم امامعلی رحمان است که امروز در ولایت ختلان نیز این تطبیق خود را یافته است و در سطح بلند عملی گشته ایستاده است. از روی تمام برنامه‌ها و استراتژی‌هایی که در سمت زنان قبول کرده شده است، زنان ما کار و فعالیت می‌نمایند و در ولایت ختلان تمام زنان در تمام مقصد تشکیلات و مؤسسه‌ها با یک چهره های شکوفان با یک مقصد مسئولیت بلندی مقصد مادری خود کار و پیکار نموده ایستادند. امروز زن مادری تاجیک برای حفظ منفعت های حکومت و دولت جمهوری تاجیکستان و افتخار از آن میکنیم که ما حمایتگر استقلالیت بی‌نظیر خویش هستیم و همیشه کوشش میکنند که زنان ختلانی که در بنیادکاری و سازندگی گلگوشکایی دیار عملی نمودن سمت‌های افضلیت‌ناک حکومت جمهوری تاجیکستان یک نقش بی‌نظیر خویش را بگذارند. با ابتکار به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان سال 2018 سال رشد هنرهای مردمی و سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید. این تشبث و غمخواری های به واسطه پرزیدنت مملکت چه تاثیر رساند و میرساند برای بهبود زندگی زنان و بانوان؟ اعلان گردیدن سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی برای ما زنان و دختران این یک امکانیت مساعد را فراهم آورد. برای چی سرور دولت این اقدام سازنده را روی کار گرفت؟ به خاطر که زن مادر تاجیک با آن همون حسن و لطافتش دوام دهنده و رشد دهنده فرهنگ ملت خویش است. هر یک دولت و ملت را از روی فرهنگ، تمدن، ملت، زبان خود میشناسند. سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردم برای ما زنان و بانوان باز هم یک شرایط مساعد فراهم آورد که مخصوصا ما جوان دختران خود را مقصد هنرمند تربیت سازیم. وقتی که شخص هنرمند است او هیچگاه در زندگی خار نمیگردند. چگونه که شیخ سعدی بزرگوار فرموده است هنر چشمه زاینده و دولت سپاینده. هنرمند هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و به هنر لقمه چیند و سختی بیند. امروز در حقیقت طی سالهای اخیر زنان ما با پوشیدن انمون لباسهای چکن، ادرس و اطلس، علاچه باز ترغیبگر و تشویقگر فرهنگ و تمدن خویش گردیدند. تشکر. بینندگان عزیز، هم صحبت ما بودند مرجانه مراد و معاون دیرکتور تئاتر موسیقی و مسکوی به نام عطا محمد جانوی شهر باختر.